تو این قسمت از آموزش میخوایم یاد بگیریم که تو محیط نرم افزار پاورپوینت شکل‌های سه‌بعدی ایجاد کنیم. برای شروع به تب اینسرت میام و با کمک ابزار شیپز یک دایره ایجاد میکنم. بیزی رو بر میدارم، حین کشیدن شیفت رو نگه میدارم که یک دایره برای من رسم بشه. رنگ داخل دایره رو تغییر میدم و خطوط دورش رو غیر فعال میکنم. حالا با کمک کلیدهای میانبر کنترل و دی یک کپی دیگه از این دایره ایجاد میکنم و با یک فاصله از دایره اول قرارش میدم. حالا اگه کنترل دی رو بگیرم، همونجور که میبینید دایره بعدی با یه فاصله مشابه با دایره قبلی ایجاد میشه و نرم افزار به صورت خودکار متوجه میشه که من به چه شکل میخوام این دایره ها رو قرار بدم. حالا تمام این دایره ها رو با کمک موس انتخاب میکنم، راست کلیک میکنم و گزینه فرمت آبجکت رو انتخاب میکنم که پنل فرمت شیپ سمت راست صفحه باز بشه. برای ایجاد افکت من از این قسمت استفاده میکنم. وارد این بخش میشم. ابتدا به قسمت 3D روتیشن میام و از قسمت پریست این جلوه رو انتخاب میکنم که دایره ها به این شکل دوران پیدا کنن. حالا دایره اول رو انتخاب میکنم. باز به قسمت افکت میام و از قسمت 3D فرمت تغییراتی که میخوام رو لحاظ میکنم. به قسمت تاپ بول میام. توی این قسمت گزینه اول رو انتخاب میکنم. قسمت ارتفاع و پهنا رو روی عدد 60 قرار میدم. همونجور که میبینید یک نیم کره به این شکل برای من ایجاد میکنه که از قسمت متریال هم میتونم این گزینه متال رو براش در نظر بگیرم. حالا شکل بعدی رو انتخاب میکنم. توی قسمت تاپ بول این گزینه رو انتخاب میکنم و باز پهنا و ارتفاع رو روی عدد 60 قرار میدم. یه شکل نیم کره برای من ایجاد میکنه که قسمت بالاش یه تو رفتگی داره. باز میتونم از قسمت متریال ظاهرش رو تغییر بدم. حالا شکل سوم رو انتخاب میکنم. به قسمت تاپ بول میام و این گزینه رو انتخاب میکنم. باز ارتفاع و پهنا رو روی عدد 60 تغییر میدم که یه شکل به این حالت برای من ایجاد بشه. شکل چهارم رو انتخاب میکنم. به قسمت آبجکت میام و از قسمت تاپ بول این گزینه رو انتخاب میکنم و باز ارتفاع و پهنا رو روی عدد 60 قرار میدم و یه شکل به این حالت برای من ایجاد میکنه. حالا با کمک موس این 4 تا شکل رو تو حالت انتخاب قرار میدم و با کنترل و دی یک کپی دیگه ازشون میگیرم و توی این موقعیت قرارشون میدم. این شکل رو انتخاب میکنم. باز به قسمت افکت میام و از قسمت تاپ بول این افکت رو براش در نظر میگیرم. چون که اینها رو کپی کرده بودم دیگه نیاز به تغییر ارتفاع و پهنا نیست و به صورت خودکار اینها روی عدد 60 قرار داره. شکل بعدی رو هم انتخاب میکنم و از این قسمت این افکت رو بهش میدم. همونجور که میبینید یه شکل به این حالت ایجاد میکنه. شکل بعدی رو انتخاب میکنم. این افکت رو بهش میدم و شکل چهارم رو هم این افکت رو بهش میدم. باز این شکل ها رو انتخاب میکنم. با کنترل و دی یه کپی دیگه میگیرم و قسمت پایین قرار میدم. حالا دونه دونه جلوه ها رو تغییر میدم که ببینم چه شکل هایی برای من ایجاد میکنه. افکت بعدی این شکل رو ایجاد میکنه. افکت بعدی و به همین ترتیب دونه دونه اینها رو امتحان میکنم که ببینم چه شکل سه‌بعدی برای من ایجاد میشه.